گلهای تازه، برنامه شماره 142 با همکاری هنرمندان سیاوش، حبیب الله بدیعی، منصور سارمی و جهانگیر ملک. غزل از سعدی. گوینده آذر پژوهش. صدا بردار حسن عسکری. گر تیغ برکشد که محبان همی زنم، اول کسی که لاف محبت زند منم. گویند پای دار اگرت سر دریغ نیست، گو سر قبول کن که به پایت درافکنم. دردیست در دلم که گر از پیش آب چشم بردارم آستین، برود تا به دامنم. شرط است احتمال جفاهای دشمنان، چون دل نمی دهد که دل از دوست برکنم. دردی نبوده را چه تفاوت کند که من بیچاره درد میخورم و نعره میزنم. بر تخت جم
پدید نیاید شب دراز. من دانم این حدیث که در چاه بیژنم. گر تیغ برکشد که محبان همی زنم،
اول کسی که لاف محبت زند منم. گر تیغ برکشد که محبان همی زنم اول کسی که لاف محبت زند منم. اول کسی که لاف محبت زند منم. گویند پایدار اگرت سر دریغ نیست، گو سر قبول کن که به پایت درافکنم.
دردیست در دلم دردیست در دلم که گر از پیش آب چشم بردارم آستین برود تا به دامنم دردیست در دلم که گر از پیش آب چشم بردارم آستین برود تا به دامنم ای دریا بر تخت جم پدید نیاید شب دراز من دانم این حدیث من دانم این حدیث که در چاه بیژنم یا
گویند سعدیا مکن از عشق توبه کن توبه کن مشکل توانم نتوانم که نشکنم گویند سعدیا مکن از عشق توبه کن مشکل توانم و نتوانم که نشکنم برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 142 بود که با آواز سیاوش، ویولون حبیب الله بدیعی، سنتور منصور سارمی و ضرب جهانگیر ملک در ابوعطا اجرا شد.